سلام بچه، من رضا هستم. سلام بچه، من رضا هستم. منم حسین هستم. به چنل فراری خوش آمدید. بریم سراغ ویدیو. خب حالا موضوع ویدیو چه قراره؟ موضوع ویدیو آقا حسین به شما توضیح میده. خب دوستان، موضوع ویدیو یادش رفت. خب ولش کن، خودم موضوع ویدیو براتون میگم. موضوع ویدیو ما امروز چالش در نظر گرفتیم که برای شما چالش اجرا میکنیم و با مجازات. لطفاً تا آخر ویدیو تماشا کنید. بریم سراغ ویدیو. بچا موضوع ویدیو چه؟ خب موضوع ویدیو اینه که ما دو بطری داریم، میخوایم بندازیم. هر کی وایساد و این نوشیدنی ما داریم که دو لیوان میریزیم و میخوریم. هر کی لیوان بیشتری خورد اون برنده است و آخرش هم مجازات داره و تا آخرش تماشا کنیم ببینیم کی میبره کی میبازه. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان دلسته، خب بریم برای شروع. یادآور این هم بذاریم اینجا. 1 2 3 بریم. حالا برنده به نظر تو کی شد؟ داخل کامنت ها بریم تا مشخص بریم حالا مجازات. بریم ببینیم کی برنده شد. خب دوستان، شما مجازاتمون رو داخل کامنت ها تعیین کنید و برنده داخل کامنت ها بگین. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو. 1 2 3 سلام بچه‌ها، رضا هستم.